درود به شما. من میرعلی شمس هستم. نام دیگر من پژمانه. من یک گی ایرانی هستم. یک گی یا یک همجنسگرا یا یک دگرباش جنسی. همجنسگرایی همجنس بازی نیست. همجنسگرایی به رابطه دو فرد عاقل و بالغ و با تکیه بر عشق، احساسات و با رضایت طرفین همراه با رابطه جنسیه. اما همجنس بازی یک نوع بیماریه به نام پدوفیلی که صرفا رابطه جنسیه، بدون هیچ گونه گرایش احساسی، عاطفی و عشقی که بین یک بالغ و نابالغ اتفاق میفته و یا به عبارت دیگر به نوعی تجاوز یک فرد بالغ به یک کودک نابالغ. ما یک خانواده به نام LGBT هستیم. LGBT مخفف کلمات لزبیان، گی، بایسکشوال و ترنسجندر هست که حرف هر کدوم از این کلمات 4 کلمه شده LGBT. L حرف اول کلمه لزبیان هست و به افرادی اطلاق میشه که در واقع به بانوانی گفته میشه که به همجنس خودشون و به جنس موافق گرایش جنسی و احساسی و عاطفی دارن و در اصطلاح بهشون گفته میشه لزبیان. و جی حرف اول گی هست که به آقایونی گفته میشه که به همجنس خودشون رابطه عاطفی، جنسی و عشقی دارن. و بایسکشوال به افرادی گفته میشه که هم به هم جنس مخالف هم به جنس موافق گرایش جنسی و عاطفی و روحی دارن و به این افراد دو جنسگرا هم گفته میشه. و ترنسجندر به طیف وسیع از افراد گفته میشه که جنسیت مبهمی دارند. این ابهام ممکنه در اثر رفتار، پوشش، هویت جنسی که در اصطلاح جندر گفته میشه و یا استانداردهای جنسیتی باشه که نمیشه به راحتی به این افراد یعنی این افراد رو تقسیم کرد به زن یا مرد. ترنسجندر اصطلاح وسیعیه که شامل ترنسکشوال ها، دگرپوش ها و دو جنسیتی ها و تمام کسانی که جنسیت مبهمی دارن میشه. نکته مهم اینه که اصطلاحات ترنسکشوال و ترنسجندر را میتوان یعنی در خیلی جاها جایگزین و تعویض میکنن. یعنی اغلب مردم تصور میکنن که اصطلاحات ترنسکشوال و ترنسجندر رو میشه جابجا استفاده کرد و شاید فکر میکنن هر دو یکیه. این در واقع یه غلط مصطلحه که این دو رو جابجا میکنن و تفاوت این دو خیلی ظریف هست. ترنسکشوال به فردی گفته میشه که به صورت یک مرد یا زن شناخته میشه ولی هویت جنسیش یا همون جندر با هویت جسمیش یعنی با سکس در تضاده. ممکنه اون شخص با اندامی مثلا مردانه به دنیا بیاد و کروموزوم های X و Y کامل داشته باشه ولی خودش رو یک زن تصور کنه. ترنسکشوال یک اصطلاح خاص و منحصر به فرد هستش که به افرادی اطلاق میشه که با درمان‌های پزشکی شامل هورمون و جراحی اندام جنسی خودشون رو با هویت جنسی خودشون سازگار میکنن. همجنسگرایی نه بیماریه، یعنی نه در واقع بیماری جنسیه و نه بیماری روانی و نه اینکه جرمه. عشق مخفف حروف عین، شین، قافه، یعنی علاقه شدید قلبی. همجنسگرایان عاشق همجنس خودشون میشن و نمیتونن عاشق جنس مخالف بشن. به همین دلیل هم هست که به ما میگن همجنسگرا. LGBT های ایرانی و به خصوص همجنسگرایان هر روزه و همواره در معرض آزار و اذیت ها در خانواده و در اجتماع و توسط دولت قرار دارند و در جمهوری اسلامی ایران کسی از همجنسگرایی اطلاعی نداره. اون هم به دلیل سانسور شدید دولتی و جامعه مذهبی و سنتی ایرانه.
در جمهوری اسلامی حتی صحبت در این زمینه رو بد میدونن و یک نوع تابو هست، چه برسه به اینکه بخوان براش فرهنگسازی بکنن و یا قوانین حمایت از همجنسگرایان رو وضع کنن. از جمله مشکلاتی که امروزه جامعه همجنسگرایی ایرانی با اون روبروه، نداشتن شناخت عموم مردم نسبت به همجنسگرایی و همجنسگرایانه، نبود آموزش به خانواده‌ها و افراد جامعه در برخورد با همجنسگرایان در خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری و غیره، نبود آموزش بهداشت و مشکلات پزشکی برای همجنسگرایان، نبود آموزش در ایجاد رابطه سالم و مناسب، نبود قانون حمایت از همجنسگرایان در مقابل همجنسگراستیزی یا هموفوبیا و پایمال کردن حقوق شهروندی ماهاست. متاسفانه مسئله همجنسگرایی در جمهوری اسلامی همکنون زیر سایه حکومت دینی نادیده انگاشته میشه و کاملا زیر چتر سیاست قرار گرفته. من میخوام از همه فارسی زبانان در سراسر دنیا و به ویژه در ایران تقاضا کنم که تا به انسانها به عنوان یک انسان نگاه کنند، فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه‌ای، فارغ از ملیت‌ها، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگری. از همه تقاضا می‌کنم در اینترنت متن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو سرچ کنند و مطالعه کنند. مطالعهش نیم ساعت هم وقت نمیگیره. از خانواده‌هایی که فرزندان همجنسگرا دارند تقاضا می‌کنم سعی کنن راجع به این موضوع تحقیق کنن و سعی کنن فرزندان خودشون رو درک کنن. لطفا فرزندان همجنسگرای خودتون رو صرفاً به دلیل گرایش جنسی که دارن مورد ضرب و شتم قرار ندید. مورد آزار و اذیت و شکنجه‌های روحی، روانی و فیزیکی قرار ندید. اونها رو به مامورین انتظامی معرفی نکنید. اونها رو مجبور به استفاده از داروهای روانپزشکی نکنید. فرزندانتون رو از خونه بیرون نکنید. اونها رو از خانواده طرد نکنید. به نظر من همه دارایی یک فرد و ثروت یک فرد در تمام عمر یک نفر خانوادهشه. اونو فقط به خاطر گرایش جنسیش از داشتن خانواده محروم نکنید. از عموم مردم سرزمینم ایران در سراسر دنیا درخواست میکنم تا از اقلیت‌های جنسی حمایت کنند و حمایت خودشون رو آشکارا نشون بدن و با مهر با اقلیت‌های جنسی برخورد کنند. از همجنسگرایان ایرانی هم تقاضا میکنم تا وجود خودشون رو اعلام کنن، تا احمدی نژادها این نیارن بگن که ما در ایران همجنسگران نداریم و در کشور ما چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره. اون هم با به کار بردن واژه توهین‌آمیز و تحقیرآمیز همجنس‌باز. به همین خاطر از همجنسگرایان ایرانی در سراسر دنیا تقاضا میکنم تا با پرینت گرفتن پرچم LGBT ها که همان رنگین کمان است، یک پرچم کاغذی A4 تهیه کنند و بر روی اون گرایش جنسی خودشون رو با ماژیک یا به صورت تایپی بنویسند و یک پرینت رنگی بگیرند و اون رو منتشر کنند. برای آیدی فیسبوک من هست علی شمس به لاتین ALISHAMS، علی شمس. برای منم لطفا ارسال کنید این پرچمی رو که تهیه می‌کنید. خب این ساده ترین روش تهیه یک پرچم هست. پرچمی هست که شما در هر جای دنیا، نه مربوط به یک ملیت خاصه که مثلا ما بگیم که پرچم فقط همجنسگرایان ایرانیه یا LGBT های ایرانیه، نه، این پرچم رسمی LGBT ها، همونجوری که گفتم لزبیان ها، گی ها، بایسکشوال ها و ترنسجندر ها در سراسر دنیاست. پرچم رنگین کمانه و به عنوان مثال من خودم اینجا به انگلیسی روی این پرچم که پرینت رنگی گرفتم توی یه دونه کاغذ A4 به انگلیسی نوشتم گی و به فارسی نوشتم گی، یعنی من یک گیم. حالا به عنوان مثال اگر من در شهری مثل اصفهان زندگی میکنم، اینو میذارم در یک منظره که مثلا 33 پل هم معلوم باشه و عکس میگیرم و منتشر میکنم که این در ایران هست، من یک گیم و در 33 پل و در اصفهان زندگی میکنم. یا
به عنوان مثال در زیگورات یزد شما اینو میذارین یا در معبد آناهیتا عکس میگیرین که ما تو این شهر داریم، من گی هستم، من لزبیان هستم، من بایسکشوال هستم، من ترنسجندر هستم و وجود خودمون رو اعلام کنیم. البته خب مواظب امنیت خودتون هم باشین. اگر براتون مقدور چهره خودتون رو نشون بدین، اگر نیست که در همین حد که فقط ابراز وجود کرده باشین. و از دیگر جنسگرایان، منظورم از دیگر جنسگرایان کسانی هستش که همجنسگرایان نیستن و اقلیت‌های جنسی رو حمایت میکنن، تقاضا میکنم حمایت خودشون رو علنی بیان کنن و به همون شیوهی که گفتم یک پرچمی که مربوط به پرچم در واقع عمومی همجنس LGBT ها در سراسر دنیا هست، LGBT های ایرانی، LGBT های امریکایی، LGBT های کانادایی، LGBT های اروپایی، LGBT های آسیایی و در سراسر دنیا این پرچم LGBT هاست. این رو پرچم رنگین کمون هست. از گفتم دیگر جنسگرایان، کسانی که هم جنسگرایان نیستن و جزو اقلیت‌های جنسی نیستن، این پرچم رو تهیه کنن لطفاً و بر روش بنویسن برابری و اینجوری حمایت بکنن. یا میتونن اینجا مثلا بنویسن دیگر جنسگرا برابری، که ما بدونیم که کسانی که دیگر جنسگرا هستن و خودشون جزو اقلیت جنسی نیستن با به کار بردن واژه برابری یعنی این که در مدرسه، در دانشگاه، در سربازخونه، در جامعه، در خانواده، در حقوق و در همه چیز ما با هم برابر هستیم و فقط ما به علت اینکه هم جنسگرا هستیم یا جزو اقلیت‌های جنسی هستیم حقوقمون پایمال نمیشه و شما که دیگر جنسگرا هستین حمایت میکنین اقلیت‌های جنسی رو. یه تقاضا دارم از سیاسیون و سیاستمداران دولت اسلامی و رژیم اسلامی ایران. میدونم که به گوشتون میرسه، هرچند که به مصلحت نظامتون نباشه که به اون بپردازین، اما از شما تقاضا میکنم تا با دید انسانی به موضوع همجنسگرایی نگاه کنید. نمایندگان مجلس قوانین حمایت از همجنسگرایان رو وضع کنند. قوانینی وضع کنید و اجازه بدهید در این خصوص فرهنگ سازی و تبلیغات بشه. قانون به نظر من مهمترین چیز برای زندگی در دنیای امروزه و لطفاً در حمایت از LGBT ها قانون رو لحاظ کنید. انصافاً حقوق بسیاری از انسان ها فقط و فقط به دلیل وجود دولت اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی در این بره از تاریخ در اون سرزمین پایمال میشه. انسان‌هایی که به دلیل گرایش جنسی که یک موضوع بسیار بسیار ساده و شخصی هست مورد ظلم، ستم، اذیت، آزار و شکنجه‌های روحی، روانی و فیزیکی توسط همون رژیم اسلامی قرار میگیرن. این افراد دستگیر میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، رفتارهای بسیار شرم‌آور و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم با همجنسگرایان و LGBT های ایرانی میشه. در اجتماع با توجه به خواست و ایدئولوژی جمهوری اسلامی و با توجه به سانسور شدید افراد جامعه رو به هر نوع و شکل ممکن بر علیه همجنسگرایان سوق میدن و در اکثر خانواده ها هم به چشم یک بیمار روانی و یا یک بیمار جنسی به فرد همجنسگرا نگاه میکنن و مورد شکنجه های روحی و روانی و فیزیکی قرار میدن. آیا این انصافه که شما سیاستمدارانی که خود در اقلیت هستید و فارغ از هر چیزی به عنوان یک انسان باعث شوید تا با زندگی انسانی دیگر اینگونه بازی شود و یک شخص همجنسگرا مجبور باشه تحت شکنجه های روحی،
روانی و فیزیکی در خانواده ها و یا به دلیل زندگی در پستو و یا تبعید اجباری و یا ترس از خطر دستگیری و یا شکنجه و اعدام یا اینکه بخواد خودشو از بین ببره و اقدام به خودکشی بکنه. سیاستمداران جمهوری اسلامی و مردم مذهبی، شما هم مانند همه، مانند من، یک انسان هستید. بین من و شما، بین ما و شما هیچ تفاوتی نیست. تفاوت رو دین، مذهب، سیاست توسط شما ایجاد میکنید. شما که خودتون رو بسیار نیک‌اندیش، نیک‌کردار میپندارید و در باور خودتون با اون ایدئولوژی که دارین، آیا قصد دارین بر همه مردم دنیا هم حکومت بکنید؟ من یک گی هستم. به قول شما من یک کونی هستم. بله، من کونی هستم. من کون میدهم و از کون دادنم هم بسیار لذت میبرم، ولی آزاری هم برای کسی ندارم. من یک ایرانی ام و عاشق وطنم هستم. نه هیچ دینی دارم و نه هیچ خدایی. از بیان عقایدم هم هیچ باکی ندارم. نه چهره‌ام رو میپوشونم و نه هویتم رو پنهان میکنم. زندگی رو چنان برایم سیاه کردید که خیلی قبل از اینکه شما بخواید جون من رو بگیرید، خودم بارها اقدام به خودکشی کردم. در فیسبوک من و یوتیوب من رو بسیار تهدید میکنید که از انتشار عقایدم دست بردارم وگرنه جانم را خواهید گرفت. چنان بلایی به سرم آوردید که خودم بی‌صبرانه مشتاق مرگم و این تهدیدهای شما را فقط بلوف میدونم. اگر راست میگید حداقل من رو به آرزوم برسونید و حداقل دیگه مجبور نباشم به دلیل شکنجه هایی که شدم یک عمر با عذاب و به عنوان یک بیمار روحی زندگی کنم. شما نمیتونید عشق رو ممنوع کنید. به قول داریوش اقبالی اگر عشقی نباشه آدمی نیست، اگر آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سر عشق، جواب من به جز شرمندگی نیست. در پایان صحبتام به کسانی که جزو اقلیت جنسی هستند و کسانی که نیستند میخوام یک پیشنهاد بکنم که راجع به اقلیت‌های جنسی و شاخه‌هاش و کسانی که جزو این جامعه هستند در اینترنت تحقیق کنید. یک مرجع خیلی خوب سایت IRQR هست، به لاتین البته من دارم میگم IRQR. مدیریت این سایت جناب آرشان پارسی هست و خب امروز خیلی ها خودشون رو فعال حقوق دگرباشان میدونن و من کاری به دیگران ندارم، ولی میتونم به جرئت بگم اکثرشون رو در سراسر دنیا، به خصوص کسانی که خودشون رو فعال حقوق همجنسگرایان میدونن و حالا یا سازمانی دارن یا به صورت شخصی کار میکنن، تعداد بسیار زیادیشون رو من میشناسم و باهاشون در ارتباط هستم و این رو به جرئت میتونم بگم سازمان جناب آرشان پارسی که سایت سازمانشون هست irqr.net، یک سایت، یک سازمان واقعا حرفه‌ای، چه از نظر برخورد چه از نظر رسیدگی، چون ایشون فعالیت دارن در زمینه پناهجویان دگرباش جنسی ایرانی در سراسر دنیا و روی این مسئله متمرکز هستند و خب سایتشون مطالب بسیار مفیدی داره
برای اطلاعات شما که اگر میخواین راجع به اقلیت‌های جنسی بدونید و همونطور که گفتم دگرباشان جنسی که در سراسر دنیا هستن و میخوان که سازمان جناب آرشان فارسی حمایتشون بکنه، یا حتی اگر نیاز به حمایت هم نداشته باشن، چون من میگم برخورد این سازمان به قدری حرفه‌ای هست و به قدری خوب کارشون رو بلدن، شما اصلا با این سازمان هیچ کاری هم اگر نداشته باشین میتونید خیلی راحت از ایشون که در کانادا هستن وقت مشاوره و وقت تماس بگیرین، با ایشون صحبت بکنین، هر سوالی که دارین. اگر در خانواده‌تون فرزند جزء اقلیت جنسی دارید یا جزء خواهراتون، برادراتون، یا حتی خیلی از پدر مادرها، خب من در ارتباط هستم، میتونم خیلی از دوستانی دارم خانم و آقای که صاحب فرزند هستن ولی من میدونم که همجنسگرا هستن، ولی خب به دلیل همون شرایط جامعه سنتی و مذهبی ایران مجبور شدن و تن دادن به ازدواج اجباری. میتونید تماس بگیرین، ایشون حتما پاسخ شما رو میدن. راجع به هر مسئله در زمینه اقلیت جنسی سوال داشته باشین حتما به شما توضیح خواهند داد و شما رو راهنمایی خواهند کرد. همینطور پناهجویان، کسانی که پناهجو هستن و کسانی که قصد دارن پناهجو بشن، به نظر من از فعالین بسیار خوب و حرفه‌ای حقوق دگرباشان هستند جناب آرشان فارسی. و در انتها هم آرزوی تندرستی، سربلندی، پیروزی برای یکایی که شما همیهنان عزیزم در سراسر دنیا دارم و تا دیدار دیگر بدرود.